سلام بچه ها، خوش اومدیم به اولین ویدیو من. اومدیم از بازی تراریا نسخه تیم و لودرش با مود کالامیتی بازی کنیم همراه با این رفیق کس خودم هاشه. سلام آقا. سلام نوکرتم، سبت بخیر. قراره رو حالت مستر مود، یعنی سخت‌ترین حالت ممکن، کالامیتی رو با مودهایی که باعث چی میگن آسانش تر شدن، که ما یکم پاره نمیخوایم بشه، نرم شدن بازی در حدی حد که انگار مثلا هم کارهای واضحی ندارن. آره اضافه کردیم و قراره اینو یه سری کنیم تا تهش بریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یا از این نوع ویدیوها بیشتر دلتون میخواست مثلا با مودهای مختلف دیگه بریم، چون مودهای مثل کالامیتی زیاده، حتما این ویدیو رو لایک کنین، تو کامنت ها حتما نظر بدین و چنلم سابسکرایب کنین دیگه. حالا اگه ویدیو کم و کسری داشت، بد بود، بد ضبط شد، که کیفیتش بد بود، صدام بد بود، یا هر مشکلی داشت بگین، چون تازه شروع کردم و زیاد اطلاعات خاصی در مورد این کار ندارم. بریم شروع کنیم. بریم آقا بریم. رحم بزن میذاریم یه وقتی مثلا غریبه نیاد. رمزشو بگی. من قریمه. خب بچه ها، ما اومدیم تو تراریا، قبل رو دقت نکنین. آره اینا کیک آقا، دقت نکن. خب یکیش یه دونه کنم تک بهمون داد، حمالی کن. اپ کنید آقا. بذار من ببینم نمیتونم خودمو نزدیک‌تر کنم. با چیزه مثبت من نه اون مپه اذیت میکنه این اف پی اس تراپه. بس با تموم شد. راستی دوبار دیو بزن دش میکنی. خب خونه موقتیمون ساخته. کفش بز. کفش چیه؟ من چرا به کفش صندلی شد آقا، گفتم ولش. کفش؟ یه صندلی هم بذاریم. الان شد خونه یک دونه از این آدمای نونخور اضافی. خب داشت زامبی در رو بشکنیم بعد ما رو بزنه. کش در دابل داره میشه. تپ. در باز کرد. دارو زد. یه دنیا رو داستانه. یه جور چک زد. من ترسیدم. سری بیا این ور. لاش خب بیا این ور. خب بذار در راحت در. بابا پسر اونو جلو در. آها بگو. با گفتم تو کوری در کردی. بگو. خب ما تو سیتینگ ور میریم. یعنی حالا اگه دیدیم ریدیم دکمه غلط کردن رو میزنیم دیگه. میشه؟ فکر نکن. آیا هاشم دیگه نمیشه. هاشم بعد میشه تو هم میتونی. من دیگه واسم رفت. من دیگه نمیتونم تنظیم. بزن همون بزن همون خرگوش. بابا من مطمئنم خرگوش همون دریازه. نه جوری میشه مجبوریم تایم اسپانمون رو یک بذاریم. پق زنده نشیم هم نیم. 5 خوبه. آره 5 خوبه. ناسکل تو ساب سیور نیستی، میتونی تغییر بدی یو اینو. خب معلومه دیگه اسم. خب ما الان یه خونه چوسکی ساختیم. خب بیا چیز کنیم دیگه. بریم سمت لانه پرنده. برو ما رو میفهمیم به کجا میرس. تو چپ رو میری، من راست رو برم. ولی حیف شد این فرژن. آخ من به دیزرت رسیدم. من به روباتا رسیدم. روبات دادم رو تو خوبن که خوبن. تو خوب میدم ولی بگیرتت گشتت. آفرین کشته. از اینا جمع کنم بریم روباتا رو بسازیم.
بر منم بیار همون. چشم. مرز. یاد در اینجا درختاش خوب چی گنده است. بذار من اینجا یکم درخت بارم. من کاکتوس بیارم برای جفتمون آرما رو بزن. این ربات اسلایم بیادب، اسلایم بیادب، اسلایم 2 تا اسلایم بیادب. آی دیزرد بیادب. وای بدبخت شدم. همون مردی زرد همین بیارن پشمان چی بدبخت شد. بدبخت بله دعا کن کیلومیزون دوباره نباشه و اینا که مهم نیست. نه اونم اوکیه چون که چیز چه نمیشه. را پیدا کردم. به روت آل به اکسسوری اسپی تو آبو پیدا کردم. کن تو جیبتون. کردم تو جیبم دیگه. با اسلایم هم دارم درد دل میکنم به صورت اینکه من دمیج نخورم ولی اونا بخورم. نفس هم بهم بیاد، نفس هم به زندگیشون بده. بریم آقا بریم کار. آی او یه دونه از این ربات پرنده اومد 2 تا زد غیب شدم. اب نداره. ولی ریپلی افتر. آقا از این اوه یه لوت آها. خوب داد. چی بود؟ یه چیزی بود دیگه. او داره من لگت سو استفاده میکنم. بگم من آره پس لگه هم آنم مثل این که آپدیت جدید تحصیلات داره گیج میکنه منو. من نمیفهمم آپدیت جدیده یا نه. انتخاب کردیم واقعا به گوه خوردم میافتیم. مطمئنم نگران نباش. تو شک داشتی و من همین الان شروع نشده به غلط کردن افتادم. بابا ریدم مدل پرواز بشین بابوس 10 تا این چیزا. وای این ماب چیزه. اون یارو میگه تو دزرت پیدا میشه همین. آره این یارت نیست چیه؟ نه تو دیزرت نه تو جنگل عادی پیدا شد. چه ماب سگی. ریجم پر شد. برعکس گفتی همین آدرنالین برای پاس بود ریج حالت عادی. چی شد؟ آدمانی هم تمام شد. از ریج دیگه. همون من یه چیز باحال گرفتم که من از یه مابه اصلا لوت کردم ازش. فکر کنم اصلا کمی به عجب چیزی لوت کردم باشه من. یس خود بعدا میبینی قصه میخوری فشار میخوری و میلطفا بده بعدی من قهر منم میکنم. میگم نه من دارم کانتنت کرییت میکنم. من با قفی باشم. منم با یک چرا این براخه کریم زونه ای خدا. بالاخره به اینا رو نموردم. انتقام بس شیرین است. قارچ هم کنیم هیل داشته باشیم. ماهی قارچ دیگه من دیزرت زدم بیرون رفتم تو یه جای خود. چیه سر بکنم. ای بابا چه بدبختی داریم آجی. نو دیگه همون فروی مثل من. نفر اول که مرد معلوم بود کی بود. کی بود؟ نمیدونم او یادم نمیاد. من اصلا یه بار نموردم تو حتیش هست.
من یه بار تو این گیم نبودم. نکن اینجایی که دارم میرم به چیزای خاص نمیرسم. مثل الان افتادم گوز شدم. این گوزه رو 100% بزن. ماب منو نکش، فال دمیج منو کشت. بذار ببینم اینو بزنم ببینم تا اونجا میاد ببینیش. آخ آخ یارو گل به بله بله اوه حواسم نبود، حواسم به گلایی که یارو بهم ناک گل داد به مخم و زد، حواسم پرت شد. استراتژی که جالب میشینه بوده. من که همه مابامو دارم میکشم بیبی. منم اگه کنم سفید بود یه چیز خوب نه، میگرفتم نه. همه رو میتونستم بکنم. آقا خیلی بیادبی. فرند فامیلی برادر. This is family friendly. Only you say سفید. White. بله من گو خوردی. Eating آه، good bitch. فامیلی فرندلی ها. This is English. He is not. She is. Don't understand. Yes, she is. بله، بله. Oscar. Oh, she is. Oh, he is. ربات. من یه دو تا ما بیشتر منو نمیکشن. یه اسلایم یکی این ربات پرنده. گو خوردم برو بر. میشه جون. باره بیادب. وجودت. با تو خوردی من بیادب. ای خدایا. یاره لاش خوردی وسط چی میگفت؟ لاش خوری ها ها ها. هر دفعه اینو ببینم نمیدونم چرا فیلم کنم هاشمه. اشتباه میگیرم. هنوز نشده ها ولی قرار بشه. آخه گوگولی. نه میخواستم سریعتر بگم خونه من جزو برنامه من. آیه منم همینجا بود که افتادم مرد. تو هم جز برنامه دیگه مگه نه؟ آقا گفتم شب داره میشه خطرناکه بمونیم تو خونه. تو کجا رفتی؟ گلا بردارم. من اولا میرم بردارم دیگه. ایفه ایف است. چرا اونجا روشن بود تو نقشه؟ اسلایم بی ادب. میتاختیم انویل میخواد. من به من یه امیر مرد روزای سخت. امیر امیر گو. امیر همه رو زد داج پرفکت داج. بابا این چی میگه؟ تو چی میگه علی؟ ما چقدر از این ربات ها پیدا میشه الان؟ قبلا دنبال ربات میگشی پیدا نمیشد. بابا سنگی چه خوب استثار میکنه هر دفعه نمیبیارمش بهش برخورد میکنه. هر دفعه هم چرت و پرت میگه. برای من گلدامو ور دارم یه جور فرار کنم. چجوری؟ ساده خیلی به سختی. یه فرار که فکر نکنم سرش گیر اومدم به تو تیپی بدم به نظر تیپی یه چیز بزن ریکال بزن. خب وارم هول نزن اونا ریرتره. ریکال بزن. خیلی برام مهم نیست. من الان یه نجم خونه ها پیدا کردم میرم تو خونه شب همونجا میمونم همونجا هم بود. خب پس اگه قراره اسکیپ شه که من برم یه دستشویی بیام. برو اسکیپ که نمیشه چون من دارم اینجا به حال لوت میکنم. مردم باید ببینن. مردم با این وضعی چی نمیبینن. چت گرفتم. چت رو میدم به تو چون گناه.
اینجوری دیگه نمیدونم بمیرم. نه و اینو بقیهش اوکیه و خب نیافتادم خدا رو شکر. حلزون به طور ما خورد. اینجا چی میتونه باشه؟ کور شدم چرا واقعا سند بد از من باشه؟ بلو بندازمش. این بهش میگن هیل. شاید باور نکن، شاید شما هم نمیدونست بهش میگن هیل، ولی هیل یعنی مکسیموم هیل. آن کنه یه دونه به این قلبام اضافه شد. شیله احساس کنم یه کاری میشه باش کرد ولی یادم نمیاد. آها یادم روشنش میکردی شیل بتونه. خب اینو از جایی که هاشه بناده میگم نموسه باشه بعدا چیق نزم. آه یادم رفتم. حتی من میتونم شنا کنم. ایش خب بچه این یه مود بود که اینا رو سری میکنم. بیرون داره بارون سنگ طوفان شن داره. البته بیرون که نباید طوفان شن بیارن تو بایوم شن نیست، داره همون انگار باد میبرسه. طوفانه ها. اینو برم پایین فکر کنم زنده نمیام بالا. البته نه ما به اونجا نبود زنده میومدم بالا ولی سودی نداشت. دعا کنین هنوز اول راهیم. فعلا میخوایم مپ رو لود کنیم، یعنی ببینیم مپ چی به چیه، کی کجاست، لوت ها چی لود کنیم و اینا. بعد از سراغ مپ میریم سراغ ماینینگ که اون خیلی حوصله سربره. شاید واسه شما هم تو واسه ما هم هست، ولی شاید تو آف کامرا برم، شاید هم ویدیو ریکورد کنم تو بخشی که داریم پای ماین میکنیم و نذاریم، ولی بخش اتفاقات جالب میفته اون اتفاقات جالب رو بذاریم. ستاره واسه اینو بعد از این ستاره هم که جمع میکنیم هر 5 تاشو اگه جمع کنیم بذاریم کنار هم، یعنی باش کرافت کنیم میتونه بمون. از این ستاره آبی میره که باش میتونیم چیز کرافت کنیم. من یکی بگیرم از اینا که رفت میکنیم و این مثلا 40 تا میشه 60. مثلا اونجا یکی طوری هیچ بود ندیدم. بابا ایچی بود من خوردم هر چی بود خوبه. دیگه یه ستاره رو میدادی بعد میموردم دیگه. آده ستاره رو اینجا در بفید. این در رو ببندم تا این نایمدن اینو فارم کنم. ها کنین اینجا بریم از اینا که رفت کنیم یوز میدیم میشه این. اینا میریم میخواستم دراپ بدم واسش. آره گفت اومدم سراغت پرید. من پیام دار نیست بازشم بر بریم دوزی کردن و این چی شد؟ من آوردمش پایین تو من این شکلی میشه.
همون شکلی بمون. کجا رفتی؟ دیگه فرندلی فایر. اصلا چی شکلی اون شکلی شدی؟ یه آیتم درخت گرفتم میکویپ شد. کدومه بذار من بگم میکویپ کنم. در تو وا کنی اصلا. نه این توه. جوخت این تو بود. ها این هدوه. آره امیر اینجا رو یه چیز میذاری؟ باید تورچ میذاری چیکار همون کنی؟ همین فقط هدوه میشه. خانومی. داشتم ویدیویی که تو یوتیوب میذارم و انشالله نگاه نمی‌کنیم. دقیقا نگاه چرا می‌خوای نگاه کنی؟ شاید اتفاقی افتاد رفاقتون تموم شه. میکنم. نه دیگه من که آدمی نیستم به همیشه تو خودم بردارم. خودت که میدونی. با مرامترم من ندید تو عمرت. چی سر بذار؟ خدا وکیل من ندی من میرم. با خب کدوم آیتمه؟ من نمیدونم. من به لوت میکنی من آیتم نمیشم. آه کلا یه روز سرد خوب گرفتم. هر چی لوتم کردم از اون درخت ها اونجا گذاشتم. هاشی سورد خوب گرفتی داری می. سرد نیست نیزه است. نیزه پرتابی. هاش نیدی من. بهتر از سرد. آره من به جانگل برسم همینو برمیگردم. کلیم زون رسیدم بازم همینو برمیگردم. یعنی چون برارد دستم نمیدونم. آره قارش جدید بود دوستان. قارچ یعنی شاید. ماب قارشی. آره اونم جدید من نمیدونم. یاره زدمش به نظر چی بهم داد؟ پشم میدونی. قارچ. کجا فهمیدی؟ چون که خودم زدم. من خیلی تعجب کردم مثلا هم برای ریاکتم. اینا همه تعجب بسیار. حالا تو همه ریاکت غیر واقعی دیدی؟ آره. Emotional damage. جکپات زدم هاشم. از اون گلدون هست میزنی کلی طلا دراپ یه پورتال باز میشه کلی طلا دراپ میکنه. حالا خودم ندیدم با چشم خودم ولی بچه راستی حتما اینو بگی اگه اصلا دلتون خواست ما دوپلیکیت بزنیم بعدم بگی. خیلی قشنگ یاد میدین دوپلیکیت چطوریه. فقط تو حالت آنلاین هم هست. یعنی دلتون خوش نکنین اگه سولویی. فقط سینگل. احساس میکنم همین الان فوش میدم. آره. اشتباه کردم. شروع نکرده تموم شد آقا. برو بریم. من خودم بدبخت سینگلم. شما مثل من نیستیم که سینگلی باشید. شما از نه تو بگو شما که همه سینگل تر نیستید. نمیگه. تمام آقا دیگه از من خواهشم تو ویدیو نبینید. حالا میبینیم واسه پارت داریم ولی خب دیگه نمیبینید. من خودم نمیگم. به جاش میرم یکی دیگر رو میرم یکی دیگر اتفاقا اسمش میاده. ما معمولا بهش میگیم نیاد. خب حالا این دفعه میگیم بیا. آیا خدا خندیدیم به میاد دارم منو میزنن. باشه به میاد نخند میزنن. باش. باشه میرسن چیکار کردید تراریوم واسه؟ کاری نکردم من بیگناه هم جناس. آقا یه کاری تو کردی من باورت ندارم. من تو رو باورم کنم تو داری به من دروغ میگویی. اول فاز یا خدا. بابا از اینا چی میگه اونجا؟ بابا اینا دارن پرواز میکنن به خاطر لکاشه. خیلی خوبه آن لگه تو هم تاثیر میذاره تو این بازی. او داره دنده عقبی داره میره. چتر دارم بذار چتر رو من
راستی یه چت توی قلک بازی کلا که بازی تو چیز بازی چند ایونت. وای کریمزون من رسیدم. اون منم کریمزونه. آره دو تا کریمزون دو بایومه کمی بد نیست ولی خوبم نیست. خیلی بده. یه کم بد نیست، بعد بخش شدیم مثلا در این حتی میتونیم دو تا واسه حالت طبیعی اسپان کنیم، یعنی اگه اون سمت واسه طبیعیش نباشه این سمت رو داریم که بگیم غمت نباشه. مود سامنریز داریم نشتی بزنم تو گوشت بگم منطقی گفتی ناراحت میشی؟ آره نزنم واشم اسپان باسه رو پیدا کردم، بیایم بزنیم. داشت براش هم نمیتونیم بکشیمش. دمنج براش دمنج بزنیم. آره همون آه حالا از کریمزون وارد جانگل شدم. اپوش کریمزون داره بهم حمله میکنه، از این بر جانگل داره با همه چیز داره حمله میکنه. آقا بذار من وارد جانگل شدم آقا، بعد هر کار خواستی با هم نکن. کعبه تو میزنم تو ای یه ذره دم دسته. بودم تا قبل این صدا، یعنی من این صدا رو نداشتم باشم جیغ و داد میکردم. سلاح من چرا با تو دیزرت از اون یارو اصلا سن توف میکنن؟ هم توف میکنم. اوه بقیه ها؟ گشی فقط گفتی سم توف میکنم. از اونا دراب شد، بعد انگار همون یارو رو پرت میکنه، یارو هم خودش دمیج میده هم یارو رو سن توف میکنه، یعنی دو تا دمیج میزنه. بعد دمیجش یکیش 20 تا کریتیکال فکر کنم، اون یکی رو نمیدونم، یکی رو بهتر زنگ بزنیم الان بپرسیم. بدون کالستان ها به قابل جامپ همین اول گرفتم همین. وای کشتمش مردم. 20 تا گل دراپ هاشم. بعد بودو بریم راستاشم. اینو من تکیه میتونم برم. من خودم گلم نره نه ماده است. ها از این عیب نمیکنه. اینو میزنیم. اینو این میتونه تا جای من بیای. بیا سالم اگه میرسی به نظرت. داشتم میکنم تا اینجا بیا سیف بدیم، یعنی بریم تو این خونه کوچولی که ساختم واسیم صبح بشیر بریم کارو یه سری کن. امیر کمک امیر امیر کمک داداش زامبیا رو حداقل یکم دور میکنم بعد میاد امیر کمک. ای خدا مال خودم بابا، من میرم یکی رو میبرم دوباره بوده هاشم تا اونجا. من نمیدونم با یکی زنده میدونم بدخواه تو بگو خودم میکشم بابا. در رو باز کرده والا من یه طرفی کم زامبی منو چسبون به دیوار قشنگ نکن. خنده کنی یادم آره بدی میکنی. یکم کمتر هاشم یادم باز زامبی داره من چه با هم بریم بیا نه بذار صبح شه. چرا با هم بریم درا رو ببنم و بیا. کجا منم تا موقع غذا کجا میخورم. چقدر شتابان در اون رو ببند هنی فرو ببند. حالا بشین دیدی چقدر جانگل
بچه برو یه دونه گل دراپ بده به تیپی میدم نداره گل دراپ کردم اما خب کله رو اون بابا هاشم گفتم تیپی بده خب نفهمی به خدا بیادم به من چطور نوبی خود بابا نو باباته تو نوبی من آدم میگرد میگیره آخ ریختم همین ریختم چقدر ریکورد کردی همین ای دوز یک عدد اسلایم یک عدد اسلایم دهن من را سرویس دو 6 عدد اسلایم ایشالله بره تو جیب اون تن چه اینو بکنیم بریم پایین میرسیم به چیز به لوتوس به چی وای قبلش مثلا اینجا رو امن کنیم امنیت رو میذارم من بالا سر اون اومد این هم دیوار رد میشه بیا بیا اشتباه مرسی قربون بزن بکن بده حالا بس به ساعتی کج میشیم به ساعتی کج اونجا دوتایی میکنی میفتی پایین بیا بکن تو اونجا رو نکن نبود اسکم شده نبود که من واقعا ناراحت میشم آره اسکم شدیم اسکم شده باشه اسکم شده باشه کنم با چی میگم این حقیقت نداره پرس باز کن آره وقت یاشم چیزا رو ته دیگه چرا داریم میکنم مابلدش چرا داریم دمیج کنیم چرا آبش اسیدیه برقیه شد خدا میدونه پمون ما یه تیپی بک به هممون میسنیم نه می سری بزن واسه سری باشتی بزنی تا بعد جدا بزنی دیگه گاز بزن خب برگشتیم تو خونه تمیز قشنگ و شادابه این پارت زیاد کار خاصی نکردیم چون می‌خواستیم مثلا نظر شما رو بدونیم این سریو میخواین نمیخواین ویو میخوره ویو نمیخوره چی میشه یه سری جوری تقریبا آزمایش طوری و اینا بود واسه اولین ویدیو که ببینم چیکار کنم چطوری شروع کنم و چه حالتی پیش برم شما بشنم بهتر دوست دارید پارت دوشو که میخواستین حتما این ویدیو لایک کنین تو کامنت ها بگین نظراتتون در مورد مثلا ویدیو خوبه گرافیکش بده صدا خوبه صدا بده صدا بلنده یا هر ایراد دیگه هست بگین چون من تا گفتم میگم تازه واردم یعنی اولین ویدیو من هستی خب اصلا را قشنگ میفهمید تازه اگه ایرادی بود بگین مثلا من بهتر شم تلاشمو میکنم بهتر شم و حتما چنل هم ساب کنین که اگه ویدیویی گذاشتم ببینیم ویدیومو حال کنین که دور هم باشیم و اینا تا ویدیو بعدی خدا